خب لقی طولی میتسوپاپ رو میخوایم اندازه بگیریم. میتسوپاپ دود که مقدار استانداردش 10 صدم تا 24 صدم هست و میزان ماکسیموم لقیش هم 26 صدم میلیمتری. خب ساعت رو مماس میکنیم به سر میتسوپاپ رو هم چپ پاهاش رو میبندیم و مقدار ترکی هم که گفتن سفتش میکنیم. خب ساعت رو صفر میکنیم، میتسوپاپ رو با یه پیچ‌گوشی حرکتش میدیم، از یکی از چپ پاها حرکتش میدیم که ببینیم میزان لقی چقدر هستش. تقریبا 12 صدم تا 13 صدم حرکت داره. دوباره برمیگردونیم، صفر حدودا چند بار حرکتش میدیم تا عدد دقیق به دست بیاد. خب تقریبا روی 18 صدم هست. خب لقیه طولی میتسوپاپ‌های هوا و دود رو اندازه گرفتیم با استفاده از ساعت اندیکاتور که یه چیزی حدود 18 صدم هستش. لقیه میتسوپاپ‌های ما لقیه طولیشون که عدد مجازش هم بین 10 صدم تا 24 صدمه که مجاز هست و توی رنج هستش.